آقای دبیری مهری نظرسنجی گالوپ منتشر کرده مبنی بر حالا ادامه فعالیت هسته‌ای ایران و حمایت ایرانیان از فعالیت‌های هسته‌ای ایران. میخوام در ارتباط با این موضوع توضیح بدید. فکر میکنم یک افزایش چند درصدی داشتیم، پارسال گذشته 50 خورده درصد بود و امسال 60 خورده درصد. این در واقع مؤسسات معتبری هستش تو دنیا که یکی از روش‌هایی که اونها استفاده میکنن برای القای یه سری از مسائل همین اجرای نظرسنجی هست. این بار خلاصه تیرشون به سنگ خورده، چرا که این مؤسسه انستیتو گالوپ تو نظرسنجی که انجام داده بین 1500 ایرانی بالای 15 سال این نظرسنجی انجام شده و 63% اونها تأکید داشتن که ایران باید بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خودش در واقع ادامه بده، فعالیت هسته‌ای رو تأکید داشته باشه و 47% هم آمریکا رو مقصر تحریم ها دونستن. یعنی خوی آمریکا و نوع نگرشی که آمریکا به فضای اقتدارگرایی داره در حوزه سیاست خارجی، این باعث شده که مردم، اون کسایی که نظرسنجی شرکت کردن، خود آمریکا رو مقصر تحریم ها بدونن. سال گذشته این رقم چند درصد؟ خیلی پایین تر بوده. فکر می‌کنم 57%. بله، با یه عدد حدود 57% و 30%. آقای دبیری، شما یک جوان ایرانی هستید. در هر عرصه‌ای که حضور دارید و فعالیت می‌کنید مطمئناً تلاش‌ها رو معطوف و متوجه این می‌کنید که راه رو برای موفقیت‌های بیشمار باز کنید. دیروز ما حضور میلیونی جوان‌هایی رو دیدیم که شاید روزهای پیروزی انقلاب رو درک نکرده بودند و از نزدیک با بسیاری از اتفاقات مواجه نشده بودند، اما به پیروی از به بیعت از در واقع رهبر معظم انقلاب در این راهپیمایی حضور داشتن و شعارهای بسیار زیبایی هم میدادن. همین هستش. هم تو بک استیج داشتیم با آقای دکتر حیدر صحبت می‌کردیم در خصوص همین ماجرا، اینکه چرا تیپ‌های مختلف و جوان‌ها با نوع نگرش‌های مختلف حضور پیدا می‌کنن. من توی محفلی بودم، جمعی از دوستان بودن. اینا خب به هر حال نگرش‌های مختلف هستش و اتفاقا این وجود نگرش‌های مختلف سیاسی خودش یه حسنه. توی کشوری ما داریم زندگی می‌کنیم که آدم‌های مختلف میتونن نظریات متفاوتی داشته باشن و این یک ادبیات مشترکی رو میطلبه. یعنی اگر این ادبیات مشترک نباشه هیچ وقت نظریات متفاوت به وجود نمیاد. نکته‌ای که وجود داره اینه که در حوزه رسانه هم همین هستش. در حوزه رسانه هم ما دیدگاه‌های مختلفی در هر حوزه داریم، یعنی رسانه‌های مختلفمون دیدگاه‌های متفاوتی رو ارائه میدن و این آزادی فراهم هستش که تحلیل‌های خودشون رو موضوعات مختلف ارائه بکنن. من میخوام بگم که اینها پیام جوونا فکر میکنم این بودش که ما اختلافات درونی داریم، کسی در این شکی نداره، ولی این اختلافات توی خانواده است و قرار نیستش که اصلا به خارج درس کنه و به خارجی‌ها هیچ ربطی نداره که این اختلافات چی هستش. با وجود حالا مسائل مختلفی که وجود داره، تحریم ها و فشارهای غرب، مسیر پیشرفت رو برای ایران با وجود مردم شریف، بصیر، آگاه و مقتدر ایران و صاحب نظران، کارشناسان، فناوران مختلف چگونه ببینید؟ ما راه رو برای آینده روشن ببینیم، چون در هر حال ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رو کاملا ما دانشجو بودیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط امروز کشور رو دیدیم، شرایط بعدم دیدیم و بعد واقعا تحریم هایی که اینا انجام دادن و بستن ما رو در یک منگنه‌ای قرار دادن. آرام آرام به یک سمتی اومدیم که جوانای ما وارد میدان شدن، در بخش های مختلف نظری و تئوری اندیشه های ایرانی رو بارور کردن و تونستن اون چه که به عنوان دانش فنی بود به صورت متریال در بیارن و به صورت در واقع ماشین در بیارن و امروز ما جلویم. آینده قطعا از امروز زیباتر، روشن‌تر و برتر خواهد بود. سختی هم داره، یعنی باید باور بکنیم که اگر یک کشوری بخواهد از یک جای عقب افتاده‌ای به جای پیشرفته‌ای برسد، از یک سطح پایین به یک سطح بالاتری بیاد، به طور طبیعی هزار گرفتاری و سختی داره و این سختی‌هایی که ما الان داریم تحمل می‌کنیم و در 34 سال گذشته تحمل کردیم باعث خواهد شد که این شکوفایی ما هر چه زودتر به نتیجه برسه. یقین داریم ما با تجربه که از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داریم و 34 سال گذشته، آینده ایران قوی‌تر، غنی‌تر، زیباتر و برجسته‌تر از
وضعیت فعلی و گذشته خواهد بود و ما می توانیم و حتما روزی ما زنده باشیم و شاهد باشیم که جمهوری اسلامی ایران در صف مقدم کشورهای توسعه یافته جهان و پیشرفته جهان قرار گرفته است و این شدنی است و انشالله خواهد شد. آقای دکتر حیدرپور، آقای دبیرمهر، من 3 کلمه رو از حضورتون میپرسم و احساستون رو در ارتباط با این 3 کلمه در حد یک جمله. ایران. زیباترین محیط برای زندگی. انقلاب اسلامی. محبت مردم به خودشون. دستاوردهای فضایی و هسته‌ای. برجسته‌تر و بالاتر از همیشه. درود بر هر دو بزرگوار از اینکه قبول زحمت کردید در استودیوی ما حاضر شدید. سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم برای شما و با شما خداحافظی می‌کنم. ممنون از همراهی یکایک شما هموطنان خوب با لحظه به لحظه برنامه ما. آن چیزی که تقدیم حضور شما میشه حاصل تلاش همه همکاران خوبم هست. پس خدا قوت میگم به همکارانم در اتاق فرمان و در استودیوی صبح خبر و دعوت میکنم که با صفحه دیگر با ما همراه باشید.